дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистрация осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд, ки дар аввалин пардохт бо кӯмаккоди таҷфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. خب سوال چنین بود که علاقه دسته النصر از گروه برآمده است و مربی فوتبالزنش چگونه رو بالان میکنه و آیا ما فرد و استراحت‌های فوتبال را در میدان خود می‌دونیم که نه. در جواب مربی قید کرد که ما عین حال در یکچند مسابقه ها اشتراک کرده استادیم و در آغاز موسم و در مسابقه جام عرب اشتراک کرده بودیم و پس از هر یک 3 روز بازی کردن برای دستم کمی مشکل هم هست. اما هدف یک است. هدف این البته بازی خوب نشان دادن و دسته بهترین در گروه بودن است. خب بسیار از فوتبالبازان جوان رو در حیات داریم که آنها آماده هستند تا اینکه بهترین هنر خود را فردا نشان بدهند و همچنین چیز دیگر را باید قید نماییم که فردا ما در چمن سنی بازی خواهیم کرد که این برای ما یک تجربه نو است و خواهیم دید. خوب سوال چنین بود که ما میدانیم دسته به مرحله پلی‌آف برآمده است ولی بسیاری از روزنامه‌نگاران بسیاری از مخلصان امروز رونالدو را منتظر بودند و شما چی میتوانید بگویید اویدی اون که رونالدو به تاجیکستان آمد؟ مربی در جواب گفت که البته برای من خیلی مشکل است اویدی کریستیانو رونالدو حرف زدن و باید ما این چیز را درک کنیم که او نیز انسان است، یعنی او یک بگیم انسان است و او 38 سال دارد. برای او نیز پیوسته به میدان برآمدن شاید کمی مشکل باشد. من البته همه شما را درک میکنم، همه شما را احترام میکنم، مخلصان رونالدو را احترام میکنم ولی ما باید این چیز را درک کنیم که ما پیوسته بازی میکنیم. امروز یک کمیته کبر بازی داشتیم و خب من باید دسته را احترام کنم چون که مربی این تیم هستم و البته وقتی که ما به مرحله پلی‌آف برآمدیم برای ما مهم اون است که رونالدو در چمن سنی بازی نکنه. Thank you. Thank you.